صدمه پرداشتی که شام 14 سپتامبر ساعت 18:30 در کیلومتر 65 روی دوشنبه خوجند در موضع میخوره نوی ورزوب روی داد نشر شد. در نوار دیده می شود که صدمه یک باره 10 ماشین باعث قطع حرکت در شوروی اساسی بین شمال و مرکز تاجیکستان شده است و ده ها نفر مشغول از ماشین ها بیرون کشیدن قربانیان این صدمه می باشند. در اینجا یک ماشین بارکش تمغه دولان هاوه تحت اداره یک ساکن ولایت ختلان هنگام حرکت از سمت دوشنبه یک باره به 10 ماشین برخورد و در نتیجه یک ماشین تویوتا بر اثر برخورد به جره عمقش 200 متر چپه شده. در این صدمه دو مسافر ماشین های صدمه خورده از جمله یک زن 50 ساله از ناحیه عینی به هلاکت رسیده، 4 مسافر دیگر را با جراحت‌های گوناگون در بیمارستان مرکزی ناحیه ورزاب بستری کردند. شرکت IRS که نگاهبین روی دوشنبه خوجند چنوک را بر عهده دارد به آزیا پلوس گفت مسافر دوم یک مرد صبح 15 سپتامبر در بیمارستان جان باخته است. وضع 4 مسافر دیگر مجروح که دیروز بستری کرده شدند معتدل است، گفتند در خدمات مطبوعات IRS. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که شب گذشته باز یک صدمه دیگر پرقربانی در نزدیکی دهه خوف جماعت پاسخوف نوی روشان در ولایت مختار کوهستان بدخشان رخ داده است. در اینجا هنگام حرکت به سوی دهه خوف یک ماشین به جره عمقش 150 متر چپه شده است. در نتیجه صدمه همه آنهایی که در داخل ماشین بودند، راننده و هر سه مسافرش در جای حادثه به هلاکت رسیدند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده در رابطه با این دو صدمه پرقربانی از همه رانندگان بار دیگر خواسته است که قاعده‌های حرکت در راه را بی‌کم و کاست رعایت کنند، ویژگی‌های راه‌های کوهستان را مد نظر بگیرند و حیات خود و همراهان خود را به خطر نگذارند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند.